درود بر همه همرزمان گرامی. امروز 10 سپتامبر 2022 هست و ما در شهر کلن در دومین سالگشت نوید افکاری، قتل نوید افکاری در اینجا جمع شدیم تا یاد این پهلوان رو گرامی بداریم. برای همین یک سری بروشورهای ساختم که در آن نشون داده شده، نوشته شده که نوید افکاری چه کسی بود، چرا دستگیر شد و چرا کشته شد. و پشت این بروشور هم شاهان پهلوی رو، عکس شاهان پهلوی رو گذاشتم که این آلمانی ها بدونن که آلترناتیو ما چه کسی هست، چه نظامی هست و ما چه چیزی میخوایم. پاینده ایران، جاوید شاه.